سلام، این منم. اسمم کیانه. من به گیم‌های ماشینی خیلی علاقه دارم. ولی جای یه چیزی همیشه تو ستاپ من کم بود. آره، درست حدس زدی. یه دنده. پس تصمیم گرفتم یه دونه خودم درست کنم. رفتم تو یوتیوب سرچ کردم ببینم که چجوری میشه درست کنم. زمانی که داشتم ویدیو رو نگاه میکردم یه ایده خورد به ذهنم. پس پا شدم و رفتم وسایل مورد نیازم رو خریدم. برد ماژول نود ام سی یو که افتاده بود یه گوشه از پروژه قبلی با سیماشو برداشتم انداختم روی میز. ایده‌ای که داشتم و پیاده کردم روی برد. لحظه قدرتمند. کابلا رو وصل کردیم. اینو چون دیگه نمیتونستم ازش خروجی بیشتر بگیرم مجبور شدم که 3 تا سیمو وصل کنم به یه دونه که بخوره به جی ان دی. سیم کشی ها شده همشون وصل شدم به میکرو سویچ ها. کدشو نوشتم، اسکریپت رانه. الان لحظه یه که من مثلا اینو ما فشار بدیم میگه که شورت پرس، چون اینو سری بزنیم میگه شورت پرس. الان اگه فشارش دادم نگهش دارم لانگ پرس اتفاق میفته که حالا این فرقی نداره، کدشو جوری نوشتم که هیچ فرقی نداره، ولی خب لانگ پرس و شورت پرس هم تشخیص میده. خب این تا اینجا همشون دارن کار میکنن و حالا 1 رو زدیم، الان فکر کنم 4 رو دادن. آره 4 رو زدیم. خب همشون دارن کار میکنن تا مرحله بعدی میشه اینکه اینا رو ببریم رو باکس ببندیمشون و تموم. باکسش رو طراحی کردم و دادم به لیزر برای برش که تحویلم دادن و اینجا اومدم میکرو سویچ ها رو با چسب چسبوندم به باکس که وصل باشن. خب تا اینجا کارهایی که کردم این بود که میکرو سویچ ها رو وصل کردم به برد و برد و به میز با پایه‌ای که درست کردم همش رو به هم دیگه وصل کردم، ولی هنوز پیچاش شل و لغ میزنه. سردنده رو گذاشتم و شروع کردم به پیچاش رو صفر کردن. برد نود ام سی یو رو آوردم و شروع کردم به وصل کردن میکرو سویچ ها به برد. سیمش رو زدم و میخوام برم تو لپتاپ ببینم که داره کار میکنه یا نه. همینطور که میبینید دنده 1، دنده 2، دنده 3، 4، 5 و دنده عقب همشون سالمن و داره جوابشو میده. یه مقداری
کداشو عوض کردم که یه یو آی داشته باشه، یه اپلیکیشن بشه و رو اپلیکیشن تست میکنیم که بله همینطور که میبینید همشون دارن کار میکنن. خیلی ممنون که تا اینجا رو نگاه کردید. حتما ویدیوی دیگه چنل منم ببینید. سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.